خوش اومدید. سلام، چطوری بچه؟ یک معرفی دیگه به دوستان عزیزم میخوام که یک سریال دیگه معرفی کنم و بگم که آقا این سریالم از دست ندید. چشم. یک سریالی که بسیار همه شنیدیم، Stranger Things. و حالا ببین دوستان هالیوودی و دوستانی که از ناف آمریکا دارم ویدیوی ما رو تماشا میکنن شرمندم، چون من بنده نتونستم درست تلفظ کنم. وای تو چقدر اسکالی به Stranger Things میگه Stranger Things ما حالیمونه تو حالیت نیست. دوستان بنده میگم که هیچ ادعایی در فیلم و سریال و فلان و این چیزا ندارم و گفتم شما رفیقای منید، بنده بهتون فیلم و سریال معرفی میکنم تا حال کنید، یه مدتی رو بذارید برای دیدن فیلم و سریال هایی که ارزش دارن یا ندارن. من هر چیزی ببینم میام نظرم رو میگم و با هم دیگه حالا یه دوره همی و شما هم تو کامنت نظراتتون رو میگید. اتفاقات عجیب، یک سریالی هستش در ژانر حالت فانتزی داره، هیجانی داره، اتفاقات عجیبی داخل شهر هافکینز میفته و این اتفاقات عجیب گریبانگیر چند تا دوست یه اکیپ نوجوان میفته و وایبی که این سریال میده رو کمتر سریالی میتونید پیدا کنید. حالا داستان از چه قراره که یک دختری با قدرت‌های عجیب غریب و ماورایی چیزن، این حرف آدم گوش نمیکنه. آره آقا اون تغییری که تو فکر میکنی در اون حدی اذیت کننده نیست، چون واقعا جذابه. یعنی سریال جذاب هست، بهتون قول خواهم داد. و سریال 4 فصل اومده و فصل 5مش هم قرار است که بیاید. چند تا یک اکیپ بچه‌های نوجوان رو درگیر میکنه، این اکیپ بزرگتر میشه، مشکلات شدیدتر. یه دختر خانومی که قدرت‌های ویژه داره باید بیاد این مشکلات رو حل کنه، چون اینا دارن به فنا میرن. نیستن فوق‌العاده هیجان انگیز پیش میره اتفاقاتی که میفته. و خوبی این سریال اینه که آقا ما داخل سریال ایرانی که میبینیم مثلا یک سریالی میسازن، یه فصلش میگیره، بعد طرف به هوای این که بیاد پول بیشتر در بیاره میاد چیکار میکنه، دوباره یه فصل دیگه میسازه و داستان رو تطبیق میده با اون پولی که میخواد در بیاره و این سریال قشنگ نمیشه. ولی استرنجر کاملا مشخصه که برنامه ریزی داره پشتش. Your friends have lost. فهمید؟ یعنی کامل یک چیزهایی رو شما در فصل 4 قسمت مثلا 6 و 7 میفهمید که کل سریال ذهنتون رو درگیر کرده. هی به این فکر میکنید این چرا اینجوری شد، اون چرا اینجوری شد، فکر میکنید شما اسکلید. مثلا من خدایی خیلی گیجم، چرا نمیفهمم چی میشه. یه چیزی هست باور کن که من نمیفهمم، وگرنه باید تا الان میفهمیدم. نه اصلا خیالتون راحت باشه، چون همه چیز قسمت‌های آخر واسهتون تازه شفاف میشه و فوق‌العاده قسمت‌های آخرش جذابه. IMDb این سریال فکر کنم دور و بر 8.6 باشه. و ببینید من اسم کارگردان و بازیگر رو فلان نمیگم، ولی خانم میلی بابی براون که شخصیت اصلی این سریال به نام 11 یکی از محبوب ترین شخصیت ها هستش و خیلی اصلا فن زیاد داره و اینا، چون خیلی شخصیت خوبی ازش داخل سریال ساختن و شخصیت خفنی ساختن، به خاطر همین اکثرا خوششون میاد. و از یه سمتی شخصیت های منفی قوی، یعنی شخصیت های منفی قوی داره که تو نمیدونی واقعا آیا شکست خواهند خورد. من هیچ اسپویلی نمیذارم که بگم شکست میخورن نمیخورن. استرنجر یه چیزی که داره اینه که خیلی غیر قابل پیش بینی. یعنی مثلا میگه داره به خوبی خوشی همه چی، یا مثلا اون چیزی که فکر میکنید هیچ وقت پیش نمیاد. یه سری چیزا خیلی خارج از انتظارتون پیش میره و این یک خوبی استرنجر هست. خب که ما همه فهمیدیم وکنا همون شماره 1 بوده و همه این داستان ها زیر سر یه نفر بوده، شوکه شدیم و واقعا لذت بردیم. یعنی اصلا
به قدری شوکه شدیم و وکرا به قدری شخصیت قدرتمندیه و شخصیت منفی قوی هستش که هنوز هم نمیدونیم که آیا شکست خواهد خورد یا نه. بعد از اون همه کوکتل مولوتوف که توی سر کله این بشر زدن باز زنده موند و خیلی عجیب بود و خیلی پشمامون ریخت. یعنی بعد از اتفاقی که برای مکس افتاد هنوز نمیدونیم مکس زنده میمونه یا نه. ولی یه خبر خوب بهتون بدم که توی فیلم برداری فصل 5 استرنجر که اینها دارن انجام میدن یه عکس دستشمی که گرفتن مکس توش حضور داره و مکس امکان اومدنش بالاه و خیلی میتونه خبر خوبی باشه برای همه کسایی که طرفدار مکس بودن. تو طرفدار مکس که هیچکس دوست نداشت که مثلا یکی از اعضای این اکیپ ناکار بشه، حالا بعد ادی و اینا دوست داشت این اتفاقی بیفته. حالا ببینیم فصل 5 که احتمالاً چی بگم سال دیگه 2 سال دیگه نمیدونم، ولی فیلم برداریش الان آغاز شده و نمیدونیم که دقیق کی خواهد اومد، ولی هر موقع بیاد ما استقبال میکنیم. قول بهتون میدم بعد از دیدن این سریال جزء سریال‌های مورد علاقتون بره، لذت میبرید چون وایبی که این سریال میده رو هیچ سریالی نخواهد داد بهتون. وایب خوبی داره، ببینید حتما، ببینید اگر نبینید از دستتان خواهند رفت. و یه چیز دیگه بگم، یه فکت بگم در مورد استرنجر که داستین، شخصیت داستین و شخصیت مامان 11 که همون نمیدونم چوب رنگی نمیدونم مثلا 1000 تا جمله میگفتش بعد دیوونه شده بود، اینا جفتشون معلول هستن، هم داستین هم این خانم که داستین نمیدونم یه بیماری داره که اسمش نمیدونم ولی خب یه لسه و فک کنم در مورد این چیزا بود و خیلی فکت جالبی بود. اینم یه فکتی بود همونجوری گفتیم ول بدیم و دیگه ما دور همیم و شما هم همیشه رفیقای ما هستید و ما هم میریم تعریف کنیم واسهتون از چیزایی که دیدیم، چیزایی که یاد گرفتیم، میریم به شما هم میگیم که با هم دیگه ببینیم. آقا اگه صاف کنی که اصلا میبوسم دستت رو و خیلی ازت ممنون میشم. مرسی تا اینجا ویدیو دیدی و تا ویدیوی بعدی از فصل 5 که شدید منتظرشیم. سریالی پیشنهاد میدید حتما توی کامنت ها بنویسید و تا ویدیوی بعدی فعلا.